قطع انگشت به سبک یاکوزا. این کار که بهش یوبیتسوم هم میگن یه جور مراسم خاصه که برای به دست آوردن بخشش انجام میشه. داستان از این قراره که وقتی یه عضو گروه گندی میزنه و به کسی دیگه تو گروه توهین میکنه، برای نشون دادن عذرخواهی صادقانه و پشیمونی عمیقش باید تیکه‌هایی از انگشت کوچیکه دست خودش رو قطع کنه. من این مورد رو گذاشتم اول لیست و به عنوان کم دردترین معرفیش کردم، چون معمولا باعث درد مادام العمر نمیشه و برخلاف روش‌های وحشیانه‌ای که جلوتر خواهیم دید کشنده نیست. پای فیل. این مجازات که به اسم گونگاراو هم شناخته میشه بیشتر تو آسیا و به خصوص هند رواج داشته. کل ماجرا این بوده که قربانی بخت برگشته رو با له کردن زیر پای فیل اعدام میکردن. دو مدل هم داشته. اگه قربانی خوششانس بود سرشو میذاشتن روی سکو و فیل با یه حرکت پا لهش میکرد و طرف در جا میمرد. این روش خیلی دردناک نبود چون مرگ آنی بود و طرف شاید اصلا نمیفهمید. اما مدل دوم اصلا اینقدر مهربون نبود. بعضی از اعضای خاندان سلطنتی دوست داشتن بشینن یک نمایش تورنالین ببینن و تخمه بشکنن. پس به فیل سوارها دستور میدادن که فیلها رو جوری تربیت کنن که اول از روی اعضای غیر حیاتی بدن اون بیچاره رد بشن، مثل دستا و پاها. طرف بارها و بارها له و لورده میشد تا اینکه بالاخره فیلمون بزرگواری میکرد و پاشو میذاش روی سرش و خلاصش میکرد. پوئناکولی. در روم باستان کسایی که پدر خودشون رو میکشتن محکوم به پوئناکولی میشدن. این یه مدل اعدام بود که توش طرف رو با یه مخلوط عجیبی از حیوانات زنده شامل یه سگ، یه مار، یه میمون و یه مرغ مینداختن توی یه کیسه چرمی و سرشو میدوختن و بعد همشون رو با هم پرت میکردن تو آب. تصور کنید که اون تو چه خبر بود و چه بر سر اون بیچاره میومد. شلیک با توپ جنگی. این یه روش اعدامه که توش قربانی بخت برگشته رو معمولا میبستن جلوی دهانه یه توپ جنگی و بعد بوم شلیک میکردن که نتیجهش مرگ آنی بود. یه سرباز انگلیسی توی قرن 19 توصیف دقیقی از این صحنه داشته و گفته سر قربانی مستقیما حدود 15 متر میره هوا، دستا به سمت چپ و راست پرتاب میشن و بالا میرن و 40-50 متر ورتر میافتن، در حالی که پاها همون پایین زیر دهانه توپ ولو میشن. این مورد رو هم گذاشتم همین اولای ویدیو چون احتمالاً دردش کمتر بوده، چون احتمالاً قربانی اصلا چیزی حس نمیکنه و در جا پودر میشه. دیوارچینی یا زنده به گور کردن لای دیوار. دیوارچینی یا ایمیورمنت هم به عنوان روش اعدام استفاده میشده هم حبس ابد. خلاصش هم این بود که طرف رو میذاشتن توی یک فضای بسته، یه جای خیلی تنگ مثل بین دو تا دیوار، و تا آخر عمرش همونجا نگهش می‌داشتن. اگه قرار بود اعدام بشه ولش میکردن تا از گشنگی بمیره، ولی اگه قرار بود که حبس باشه مثل یک حیوان خونگی بدبخت رو مرتب بهش غذا میرسوندن تا زنده بمونه و زجر بکشه. تخت کششی یا رک. طرف رو مجبور میکردن روی تخت چوبی و مستطیل شکل دراز بکشه. این دستگاه بدن قربانی رو با کشیدن دستا و پاها در جهت مخالف هم حسابی کش می آورد. این کار درد خیلی وحشتناکی داشته و میتونست باعث دررفتگی اندام‌ها و پاره شدن رباط‌های اون بشه. این روش رو بیشتر برای بازجویی و گرفتن اطلاعات استفاده میکردن، ولی میتونستن اونقدرم ادامه بدنش که دست و پای طرف کنده بشه و بذارن همونجوری از خونریزی بمیره. گیر و پر. این یه نوع شکنجه در ملأ عام بود که توش قربانی رو لخت مادرزاد میکردن یا حداقل تا کمر لخت میکردن و گیر چوب که بعضی وقتا داغ داغ بود رو میریختن رو بدنش و با قلمبون میمالیدنش. بعدش روش پر میپاشیدن یا طرف رو روی تپه پر از پر میغلطوندن تا پرها بچسبن به قیرهای روی بدنش. این کار نه تنها باعث سوختگی‌های شدید پوستش میشد و جای زخمش همیشه میموند، بلکه یک تحقیر روانی اساسی هم بود، چون طرف رسما شبیه یک مرغ غول پیکر میشد که باید تو خیابون راه میرفت. چوکپیر یا گلابی شکنجه. این یه ابزار فلزی بود که میذاشتنش یا تو دهن طرف یا سوراخ پشت اون بیچاره و بعد عمدن بازش میکردن تا بزرگ شه. این وسیله بافت بدن رو تا جایی میکشید و باز میکرد که دیگه راه برگشتی نبود و همونجوری پاره میموند. در آوردن قلب زنده آستکا. وقتی آستک‌ها می‌خواستن برای هویتسیلوپوشتلی خدای خورشید آدم قربانی کنن، قربانی رو می‌ذاشتن روی سنگ قربانگاه و کاهن با یک چاقوی ساخته شده از obsidian یا سنگ چخماق
شکم طرف رو پاره میکرد. قلب اون بیچاره رو در حالی که هنوز داشت میزد از سینه‌اش میکشیدن بیرون و به افتخار خدای خورشید سمت آسمون میگرفتن. چنگال مرتد. این یه قلاده بود که 2 تا دوشاخه فلزی تیز سر و تنش داشت. یه سرش زیر چونه قرار میگرفت و اون یکی روی جناق سینه و دور گردنم بسته میشد. این دستگاه قربانی رو مجبور میکرد برای اینکه او سیخ‌ها به چونش و سینش فرو نرن سرش رو همیشه بالا نگه داره که همین باعث ناراحتی شدید و بیخوابی میشد. از طرف یا سوال میپرسیدن یا همجوری ولش میکردن در حالی که چنگال داشت آروم آروم توی گلو و فکش فرو میرفت. این وضعیت تا وقتی ادامه داشت که قربانی دیگه نای بالا نگه داشتن سرش رو نداشت و سرش میافتاد پایین و چنگال‌ها کاملا فرو میرفتن. جام موش. این یه روشه که به امپراتور معروف روم نرون نسبت داده میشه. توی این روش یه کاسه پر از موش‌های گشنه رو می‌بستن روی شکم قربانی و بعد ته کاسه رو حرارت میدادن. موشای بیچاره برای فرار از گرما مجبور میشدن زمین رو بکنن که خب زمین اینجا چیه؟ شکم اون قربانی و باید گوشت رو میجویدن تا راه فرار پیدا کنن. تو بعضی جاهای آمریکای جنوبی یه مدل دیگه از این داشتن که بهش رکتوسکوپ میگفتن که موش‌های زنده رو از طریق یه لوله میفرستادن توی مقعد قربانی و اونا رو مجبور میکردن که راهشون رو از داخل بدن طرف بجوون و بیان بیرون. چرخ کاترین. چرخ کاترین یه روش اعدامه که توش دست و پای قربانی رو میبستن به چرخ بزرگ و بعد با چکش یا میله آهنی میافتادن به جونش و استخوناش رو تو چند جا میشکستن. بعدش چرخ رو میذاشتن توی دید عموم و قربانی رو همونجوری ول میکردن که احتمالاً از درد، گشنگی و خونریزی بمیره. زنده زنده جوشوندن. توی این روش وحشتناک قربانی رو خیلی آروم و با حوصله وارد یه دیگ بزرگ پر از یه مایع در حال جوشیدن مثل روغن میکردن. اول قسمت‌های انتهایی بدن مثل انگشتای دست و پا که کلی عصب داره وارد میکردن و داد طرف رو در می آوردن. بعدش پوست، ماهیچه و چربی به خاطر گرما نرم و مایع میشدن در حالی که اندام‌های داخلی و گوشت از بیرون آبپز میشدن. یک پروسه طولانی و به شدت زجرآور. یه مدل دیگه‌ش هم بود که میگن حتی دردناکتر و طولانی‌تر بوده. اون چی بوده؟ قربانی رو میذاشتن توی یک مایع با دمای خیلی معمولی، بعد زیرش رو روشن میکردن تا کم کم جوش بیاد و بپزه. مثل روشی که قورباغه‌ها رو میپزن. اره کردن. وقتی که به عنوان روش اعدام استفاده میشد، قربانی رو برعکس آویزون میکردن تا خون بره توی سرش و بیشتر زنده و هوشیار بمونه. بعد جلاد محترم قربانی رو به صورت عمودی از وسط نصف میکرد. استارت کارم دقیقاً از خشتکش زده میشد و به سمت بالا میرفت. بامبو تو مقعد. توی روش یک گیاه بامبو رو میذاشتن تو سوراخ پشت طرف و همونجا ولش میکردن. بامبو یک گیاهیه که خیلی سریع رشد میکنه، پس داخل بدن اون طرف بیچاره رشد میکرد و درد وحشتناکی ایجاد میکرد. بعض وقتا میذاشتن اونقدر بمونه تا اون شاخه بامبو از اون ور بدنش بزنه بیرون. خر اسپانیایی. این یه دستگاه چوبی با زاویه خیلی تیز شبیه به سقف شیروانی بود که قربانی رو مجبور میکردن مثل نشستن روی خر روش بشینه در حالی که به پاهاش وزنه بسته بودن. این کار باعث ایجاد یک فشار و درد خیلی زیاد میشد و باعث آسیب شدید به پاها و ستون فقراتش میشد تا جایی که قربانی عملاً توسط وزن خودش از وسط پاره میشد. گاو برنجی. یه مجسمه فلزی توخالی به اندازه یک گاو واقعی بود که طرف رو مینداختن توش، درش رو قفل میکردن و زیرش آتیش روشن میکردن. کسی که اون تو بود زنده زنده کباب میشد و درد وحشتناکی میکشید. این وسیله رو ساخته بودن تا بقیه رو بترسونن. لوله های مخصوصی هم بهش وصل کرده بودن که وقتی قربانی نفس میکشید یا داد میزد صداش تغییر میکرد و شبیه نعره گاو به گوش جمعیت میرسید. برای اینکه حالتش طبیعی تر بشه جوری طراحی کرده بودن که بخارم از دماغ گاو میومد بیرون. ایمپیلمنت یا به میخ کشیدن. رسیدیم به یک روش وحشتناک. بخش وحشیانه به میخ کشیدن اینه که قربانی خودش رو شکنجه میکنه.
توی مدل معروفش که انجام می‌شده، طرف رو جوری بالای یک تیر نوک‌تیز قرار میدادن که تا وقتی روی پنجه‌اش وایساده بود تیر بهش آسیب نمی‌رسوند و سوراخش نمی‌کرد. یعنی تا وقتی که وزنش رو پاش بود میخ عمیق‌تر نمیرفت تو بدنش. ولی وقتی خسته میشد یکم لیز می‌خورد پایین و دردش میومد. دوباره با ماهیچه‌های خسته و داغونش خودش رو می‌کشید بالا. این پروسه هی تکرار میشد تا بالاخره از خستگی خودش رو ول می‌کرد و تیر میرفت جایی که نباید میرفت. یه مدل دیگه‌ش هم بود که بهش میگفتن صندلی یهودا. یه صندلی هرمی شکل بود که قربانی رو با طناب بالا سرش نگه می‌داشتن و آروم آروم وزنش رو مینداختن روی نوک تیز هرم. صندلی هم آروم و با حوصله طرف پاره میکرد. پوست کندن. این یه روش خیلی چندشاور بود که توش پوست بدن رو در حالی که طرف هنوز زنده بود میکندن. این یه شکنجه شدید برای ایجاد درد طولانی و زجر طراحی شده بود تا اینکه نهایتاً طرف یا از شوک میمرد یا عفونت. چون پوست رگ‌های خونی اصلی نداره خونریزی شدید نبود، پس قربانی بیچاره بیدار میموند و این عذاب طولانی رو تحمل میکرد. این کار یک پروسه دقیق بود و جلاد باید مهارت زیادی می‌داشت. بعضی فرهنگ‌ها هم برای اینکه این کار راحت‌تر و تمیزتر در بیاد از چیزایی مثل آبجوش استفاده می‌کردن و می‌ریختن رو پوست تا پوست راحت‌تر جدا بشه. عقاب خونی. این یکی یه آیین وحشتناک بود که توش دنده‌های قربانی رو از ستون فقرات جدا می‌کردن و مثل بال و عقاب بازشون می‌کردن. بعد ریه‌ها رو از اون شکاف می‌کشیدن بیرون که باعث یک مرگ آروم و زجرآور می‌شد. توضیح روش خیلی کوتاهه ولی به نظر من یکی از وحشیانه‌ترین روش هاست. لینگچی که بهش مرگ با 1000 برش هم میگن، یه روش معروف تو چین بود که هدفش طولانی کردن زجر تا حد ممکن بود. مدل‌های مختلفی هم داشت ولی تقریبا همشون شامل بریدن پوست به اندازه کافی عمیق برای ایجاد درد وحشتناک ولی نه اونقدر عمیق که طرف خونریزی کنه و بمیره میشدن. توی مدلش قربانی رو میبستن و جلاد چاقوهایی رو شانسی انتخاب میکرد که روی هر کدومش اسم یک عضو بدن نوشته شده بود. مثلا ساعد چپ، رون راست، پای چپ، گردن و اعضای دیگه. هر چاقویی که در میومد اون قسمت رو میبرید. انقدر ادامه میدادن تا چاقوی قلب در بیاد و اونجا دیگه خلاصش میکردن. توی یه مدل دیگه یه تور ماهیگیری صفر دور بدن طرف میبستن و تیکه‌هایی از پوستش که از سوراخ تور میزد بیرون رو میبریدن و توی وحشیانه ترین روشش طرف رو تا گردن چال میکردن، پوست سرش رو به شکل صلیب میبریدن، پوست رو کنار میزدن و جیوه میریختن تو زخمش. جیوه با وزنش میرفت پایین و پوست رو از گوشت جدا میکرد و وقتی که طرف تقلا میکرد که خودش رو بکشه بیرون پوست جا میموند و خودش مثل یک تیکه گوشت لخت میومد بیرون. اسکافیسم. خیلی ها این رو بدترین روش اعدام تاریخ میدونن. توی این مجازات شخص محکوم رو میذاشتن توی یک قایق یا بین دو تا قایق، جوری که تاق باز بخوابه و دست و پاهاش از سوراخ یه جعبه زده باشه بیرون. بعد به زور کلی شیر و عسل به خوردش میدادن که باعث اسهال شدید میشد و تمام بدنش رو هم همون مخلوط رو روش میمالیدن. این کار باعث میشد که اون جذابترین هدف برای جوندگان، حشرات، زنبورها، مگس‌ها و هر جونوری که دور و بر دریاچه بود بشن. اونا شروع میکردن به خوردن و نیش زدن گوشت قربانی بیچاره. فردا صبح قایق رو میآوردن ساحل، دوباره یه وعده گنده شیر و عسل به زور میریختن تو حلقش و دوباره میمالیدن به بدنش. این کار هر روز تکرار میشد تا اون رو زجر کش کنن. گزارش شده که موش‌ها معمولا سعی میکردن برن توی سوراخ پشت طرف و این روش اونقدر طولانی بود که انگار تمومی نداشت. مثلا توی یه مورد یه نفر 17 روز دووم آورد. میگن وقتی طرف مرد تمام صورتش با زنبور پوشیده شده بود و گوشتش در حال گندیدن بود و پر از انگل و کرم شده بود، در حالی که توی کثافت خودش هم غرق شده بود. حالا به نظر شما کدوم یکی از این روش ها از همه وحشتناکتر و وحشیانه تر بود؟ تو کامنت ها بنویسید و با سابسکرایب کانال منتظر ویدیوهای بعدی من باشید.